مسکو زندگی میکنم. مسکو من مقیم هستم. چلیابینسک وقتی که رفتم از 15 روز زیاد که ایستادم مقیم هستم. درست است. از چلیابینسک منم میتونم دیگر شهرها فرسونم. وقتی که دیگر شهرها رفتم باز از 15 روز که زیاد ایستادم مقیم حساب میشم. نو وقتی که برگشتم چلیابینسک یک بار اول مقیم بودم. دوم بار که آمدم تا 15 روز مقیم حساب میشم یا مسافر هستم. جای زیستو جای خانه خودتان در مسکو هست؟ постоянно جای زیستم مسکو هست. چلیابینسک کار بمیرید. اگر مثلا از مسکو رفتید به چلیابینسک، در چلیابینسک مدتی مسافرت ایستادید، یعنی مقیم نشدید، رفتید با دیگر شهر رفتید، سوچی رفتید، مثلا از اونجا با گشت آمدید، با مدتی مسافرت ایستادید، یعنی مقیم نشدید. بله، در این حالت قصر میخوانید اگر همه خیر باشد سوالتون.